دیگر کاری به کاری کس ندارم، دیگر دوستی به هر ناکس ندارم. نگویم حرف دل دیگر به هیچ دوست، فقط همراز دل باشد خداوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کل تماشابینان شبکه صدای امید، شخصانی که الحال با ما آبونه میشوند، خداوند همیشه نگهبانتان باشد. برنامه امروزه ما با برادرمان با نام امسی سنگلی میشناسند. از همین روز عبارتند این برادرمان قاری ابوبکر جان است. انشاءالله با خواست خداوند حاضر در سوالهای شما یک و یک جواب میتیم. به حاضر گوش اندازید. برادران عزیز، در همین جا میخوام یک چیز رو به سهم شما برسانم. یک برادر در یوتیوب شبکه داشت با نام نور ایمان. اگر دیده باشین بسیار فیلم های تربیتی میگیرد در شهر روسیه و بسیار سطح های جالبی میکرد. همه برادر کانال را لوگین یا پارولش گم کردگی هست، دیگه همون دسترس کردن نتوانست. الحال یک شبکه نو آماده کردگی هست. مرحمت این همین شبکه‌اش است. سلکش در زیر ویدیو، حتما داخل شوین، تماشا کنین، آبونه شوین. من باور دارم که برادر بسیار مهارت‌های خوب دارد، یعنی که فیلم‌ها و سوسیال اکسپریمنت یعنی سنجش‌ها در داخل دوشنبه و در روسیه گذرانده شده است. میتونین همینجا تماشا بکنین، دستگیری کنین. این برادر است، سلکش در زیر ویدیو هست. بعضی مردم ساده و عجیبی دارید. با ما زنگ زده میگویند که برادر صدای امید فرزندم طول 3 سال می شود گم شده است. از همین قاری بپرس که فرزند من در کجا است. و بعضی ها زنگ میزند میگویند که برادر جان ای همین قاری بپرس که همین وبایی که امروز در جهان پنج شده است کی نیست می شود. و بعضی ها زنگ میزنند که فرزند من گنگ مادرزاد است، تولد شده برابر گنگ است که همین قاری ببینشه همین گویا بکنه، نعوذ بالله. و بعضی سوال های دیگر هم بود، نمیخوام در اینجا آشکارش کنم چون برای ما عیب است. این چه سوال هایی هست که شما از ما میپرسین برادرای عزیز؟ انا ایده علم غیب داخل شدنش ممکن است، یعنی که فرزند تو در کجا بودنش را بجز همون خودش و خدا دیگر کسی نمیداند و شخصیت هایی که دیده باشن همون ها میدونند. چیزی را که گم میکنین، این که میگه که من در فلان مشکلی زدگی هستم، همه قاری اگو بیای مرا همه مشکلی براره. ای بس برادرای عزیز، وقتی که این گونه از ما سوال میکنین، آیا این برادر، من به شما گفتم که باد و هوا را میبیند، ساعت را میبیند، درد ماشین را میبیند و درد انسان را گفتم میبیند. نه که انا همین درد انسان شام گفتیم که ما سنجش میگذرونیم. نوارا وقتی که برادر جونا تماشا میکنین در حال سراسیمه نشوید، در حال در حیرت نمونید. نوارا تا آخر گوش اندازین که در اونجا ما چی میگویم. ما در اونجا گفتگی هستم که روزهای نزدیک سنجش میگذارونم با همه برادر تا ببینیم که همه برادر خوب دیده میتواند یا نه. وقتی که این برادر خوب دیده نتواند، چگونه شما به نزد این برادر میبینید و بیماری شما رو ببیند؟ وقتی که خوب دیده بتواند، این برای مردم خیلی و خیلی فایده، انشاءالله فایدهش میرسه اگر که خوب دیده بتونه. یعنی که رفته از خودهای زیاد نمیکنند و انشاءالله این هم یک کمک بهر هموطنان عزیزمون هست. من برادر اول با خود سنجش کردم، 2 درد که داشتم همون گپ زدم همون رو، لیکن در حقیقت همون در وجود ما هست. ما برادر قدیم 20 سنجش ها گذراندیم، ولی با روزهای نزدیک با سنجش ها میگذرونیم برای درد انسان. مخصوص همین دردبینی همین برادر برای همگی مهم است. من روزهای نزدیک با سنجش ها میگذرونم با انسان هایی که ناشناس هستند. در راه میرویم سنجش میگذرونم، همین راهگذاری که میگذارد همون من میکنیم، میگیم که ببین همین درد همین چی است. اگر همون درد گپ زنه همون برادر گفت بله همین درد در وجود ما هست، میتونه شما نزد بیایند و شما رو ببیند. اما وقتی که دیده نمیتواند، شما در زیر کامنتاری می نویسین، درد نکلاستین که در واتساپ که ما مادرمون بیمار است، فرزندمون بیمار است، همسرمون بیمار است، همین برادر ما رو ببیند. من برادر جونو در همونجا 3 نوار کردم. در هر 3 نوار گفتگی هستم که اول من برادر قطعا یک سنجش میگذرونم. اول سنجش گذراندم که در حقیقت شد، بعدا میتونیم سراغش، آدرسش، رقم تلفنش بدیم. یک برادر گفتم یک درد داشت که مثال همون خودش میدونست، من میدونستم. برادر برد همین کرد، نتونست درد همون دیده، همون درد چه گفتن نتوانست.
اما بعضی دردهای را گپ میزند که بله همون دردها همون انسان دارد. بعضی‌ها میگه بله همین دردها است و چندین دردهای دیگر میگن نه، میگه ما این درد در بدن من نیست. اینا خیلی بخشون روزی گپ میزنن بفهمین. قاری جان بهر هم برادرایی که در ایما و واتساپ زیر کامنتاری می نویسن که بیمار است مادرمون، پدرمون و دیگر شخصیتایی که بیمار است میخوایم ما به نزد شما بیاریم و رقم‌های تلفنشون سراغش البته که ما بیاریم همه بیماری را ببیند. شما در همینجا چی گفتنی هستین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، آنها که در زیر کامنت نوشته که درد بیماری درباره وبا درباره نازنبیلا این میخوای و این میخوای و داخل میشه. بله دوستان عزیز، ما قاری جان ها نزد چندین برادرای خود بردم، همه خیلی نگاهش میکرد. خیلی مثال یا احساس میکردم که همین درد در وجود همین انسان هست. میگه گپ میزد، نه که همون برادر در حقیقت میگفت که بله همین درد در وجود ما هست، در حقیقت همین چیز هست. بعضش هم بردم مثال گپ میزد، میگه بله یعنی فلان دردی که گپ زدی بله همیش در وجود ما هست. نه که من چند درد دیگر گپ زد، گفت نه در تن ما همین درد نیست. مثال از سنجش های ما دیده می شود که این برادر 60 در 40 است. مثال 60% دیده تونسته ایستاده است، 40% دیگر دیده نتونسته ایستاده است. ما برای همه برادر اول یک سنجش خوب گذرونیم که لیکن در برای ساعت با دو هوا رادار این چیزاش خیلی در حقیقت مثال 100% مثال میبیند انسان 100% خیلی یکم شبهه نیست در دیدن ساعت و دیگر چیزهاش. اما در دیدن بیماری خیلی بیماری ماشین هم چندین ماشینا خیلی نشونش دادیم، در حقیقت همون بیماری ماشینش گپ زد که همین خیلی بیماری داره. همین از 3 ماشین دیدیم، در همین 3 ماشین خیلی راست گفتگی است. دیگر ولی سنجش با ماشین های دیگر نکردگی هستیم. اما در انسان چندین انسان ها قطعی مثال روپرو کردم، یعنی که از 10 تا همین 6 تا همین دیده تونست بیماریش خوب گپ زد، 4 تا همین بعضی بیماریای گپ زد که مثال گفت که نه همین بیماری ما یگام بار احساس نکردم. به همین سبب دیده میشد که 60 در 40 است. حالی با روزای نزدیک یک سنجش خوبی میگذرونیم. زیاده از 50 نفر قد سنجش میکنیم که در همین 50 نفر چقدر بیماری‌های همونا رو مثال همین برادر احساس میکنه. همین برادر احساس میکنه. خیلی بعضی‌ها گفتن که مثال این انسان جن داره. بعضی‌هاش هر خیلی گپ‌ها گفتگی هستن. خیلی برادر بردیم چندین برادرایی که جن خون بود، بردیم خوندیم. خیلی جن که می‌داشت دیگری دیدن نمیتونست جنش از بدنش میبرومد مثال، اینکه عذابش میداد در وقت خوندن. خیلی ما بردم خوندیم شب مثال خیلی سوز است ان شاء الله. خیلی با روزهای نزدیک باز میخونیم شب باز میبریم شب تا ما عمیق نکنیم شما ننویسین و بیماری خود و سراغ این آدرس ما یگم چی دادن نمیتونم، نه خودش قبول کردن میتونم، من ندادم میتونم همین رقم و سراغ همین برادر. چون که وقتی ما 100% ای برادر باوری نداشته باشم که همین 100% همین درد دیدن میتونه، من نمیخوام که یک کسی شما حکیم که جو راست خود کرده بیاین نزد برادر. وقتی که 100% دیده تو نیست خیلی میتونین که بیاین یا خشن دعوت میکنین میره. برای همین سبب این اولی ما بهر همین برادرایی بود که در ادنا کلاس که ایمو و همه سایت ما زنگ میزنین و مینویسین درباره همین برادر رقمش ما بیماری دارم یا اینکه فلانی چی گم شدگی است، ما در مشکلی هستم، چرا کاری ما پیش نمیرود. برای چیزا ایما سوال نکنین دوستان عزیز، خواهش میکنم. من میدونم 300-400 نفر نوشتگی هستین، نمیتونم که کدوم تا جواب بدم. برادرای عزیز فقط تکیه به الله کنین. هر مشکلی در میزنین از خداوند طلب کنین. فرزندتون گم میشوه از خداوند طلب کنین. رزقتون کم میشوه از خداوند طلب کنین. هر چیزی که باشد اول از خدا طلب کنین. و برای بیماری خیلی برادر اگر که 100% مو دیده بتونه با ما بعداً نوار کرده میگم. الحال لازم با شما گفتم که 60 در 40 دیده است این برادر. ما روزای نزدیک با سنجش میکنیم خیلی با میبینین ان شاء الله. همین سبب من جواب نگردوندم بسیاری برادر رو داد. خب خداوند همه ما و شما رو نگهبان باشد. باور بکنین از همتون خواهش میکنم که در یک کوچکترین چیزه در حال داده نشوین، فکرانی نشوین و در حیرت نمونی که اوهی برادر این چیزا رو میبینه، ما در مشکلی زدگیم این مشکلی ما را ببره، فرزندی ما گم شدگی این برادر بیا یا که جوش میدونه یا اینکه بیماری کی نیست میشوه. برادرای عزیز این فقط خدا میدونه، هیچ کسی دیگر نمیدونه. مشکلی دزدی نزد خداوند درک نماز کن، دعا بکن، بهتر از همه چیز است.
ما با شما یک چیز میگم دوستان عزیز که همه برادرمو سنجش میکنیم، اگر 100% همه کارا رو دیده بتونه 2% همه بحر ما و شما میرسد. یکی درد ماشین رو دیدن، دیگر درد انسان رو. الحال درد انسان رو خوب دیدن نتونستید. خب باز ما یک سنجش میگذرانم. در آخر گفتنی هستم که الله مهربان هر یک ما و شما رو نگهبان باشد. در حق ما، در حق برادرمون دعاگو باشین و ان شاء الله روزهای نزدیک سنجش ها میبروه، بتونید تماشا کنین. میندار هستیم از همون انسان هایی که تا آخر نوار با ما بودن، در شبکه ما آبونه شدن و لایک گذاشتن. از همتون میندار هستیم. خداوند خیرتون بدهد. همیشه در حقتون دعاگو هستیم. شما هم نیز در حق ما دعا را فراموش نکنین. از شما طلب ما یک چیز است، تنها دعا. دعا بهتر از همه چیز است. اگر برای فایده خودتون بگین، اگر در شبکه آبونه شدین، این برای فایده خودتون است. نوارهایی میکنیم که ان شاء الله بهر شما فایده نال باشد. خداوند وطن ما را باز هم آباد و آزاد بگرداند، دشمن دین ملت را خار و ذلیل بگرداند و همیشه مردم تاجیک را از مشکلی خداوند رها بکنه و سربلند بگرداند. خداوند یار و مددگارتان باشد تا نوارهای آینده.